همینجور براشون بنویس شماها با عمرتون رفتین رادیال فقط صداشو شنیدین که ما رفتم توش آوازی خوندم هنری از خودم به خرج دادم که عقل جن بهش نمیرسه چه برسه به شما دهاتی های ندید بدید. بنویسن آقا جان به کت خدا بگو یادته برای ما قمپاز در میکردی نمیذاشتی لیلا با ما با لیلا از اون کارهای زن شوبری بکنیم. آره ها حالا میخوای ببینین صمد آقا چی شده چقدر خوشبخت شده قهرمان خوشبختی شده اسکشو همه جا چاپ میزنن ها خوشبخت شده تا چشم شما هم در بیاد. به نان آقا نگی چشمش در بیاد به نان آقا بگو به کت خدا بگه به مشواقر بگه چشم اونا در بیاد. آره ها ما قهرمان خوشبختی شدم هیچ کم مثل ما خوشبخت نیست حاضرم با تمام خوشبختای عالمم مسابقه بدم. ها چرا نمی‌نویسی؟ من اینجوری نامه نمی‌نویسم. پس چجوری می‌نویسی؟ باید حرفای خوب بزنی